سلام دوستای عزیزم، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز میخوام مدل جذاب سبد تریگو رو ببافیم، مدل گندمی خوشه‌ای. و این بافت خیلی راحت و لذت بخش و جذاب است. قبل از اینکه آموزش را شروع کنیم، اگه تا حالا کانال رو سابسکرایب نکردین حتما دکمه سابسکرایب رو روشن کنید تا آموزش‌های جدید رو از دست ندید. ممنون میشم. با لایکاتون از ویدیوام حمایت کنید و اینکه یه سوال ازتون دارم توی کامنت ها این پست میخوام بهش جواب بدین. اینکه آموزشی دلخواه شما چیه و که از این به بعد توی کانالم آموزش رو براتون بذارم. ممنون میشم جواب بدین. این آموزش مدل خوشه‌ایه. بریم که آموزش رو یاد بگیریم. خب ما یه دونه کفی آماده با گلاب شماره 7 و گلاب شماره 3 نیاز داریم. برای اینکه گلاب شماره 7 بتونه نخ رو از کفی بیرون بکشید. بهتون تو ویدیوهای بعدی یاد دادم که چجوری بدون بریدن نخ دورگیری و کفی رو ببافین. لینکش رو تو کپشن براتون میذارم. اتصال مخروم رو میزنیم. بعد از دل گندمی نخ میگیریم و یه زنجیره میبافیم. بعد به دومین زنجیره که رسیدیم از این قسمت یه پای کوتاه. حالا دوباره این قسمت رو نمی بافیم، میریم رج بعدی، همون پای کوتاه بعدی از دل گندمی. سعی کنید بافتتون رو شل ببافید تا سبدتون جمع نشه. دوباره بعد میریم رج بعدی از دل گندمی. به این شکل یه دونه از دل گندمی، یه دونه از زنجیره، یه دونه از این طرفش میبافیم از این قسمت. به این شکل
به همین شکل. به این شکل تا آخر رد همینجوری میبافیم. آخر ردم میبافیم. و اتصالمون رو میزنیم. زنجیره اول، بعد از دل گندمی نخ میگیریم به همین شکل. به همین شکل تا آخر رد میبافیم. به آخر رد که رسیدیم، آخرین دونمون رو میبافیم. از دل گندمی نخ میگیریم، کنارش پای کوتاه و زنجیرمون رو میزنیم. اتصالمون از این قسمت به این شکل. بعد از دل گندمی میریم نخ میگیریم دوباره، مدلمون اینجوریه، خوشه‌ای، بعد کنارش یه پای کوتاه. نخمون رو سعی کنیم شل نگه داریم تا ثباتمون خوشگل دیده بشه. به همین شکل. خب دوستان، ثبتمون رو بافتیم. مدلش رو میبینید خیلی شیک و جذابه. حالا اتصال رو میزنیم، شروع به دورگیری انجام میدیم. اتصال رو از دل قلب رد میکنیم به این شکل و از این قسمت این نخام میگیریم و شروع به دورگیری میکنیم.
به این شکل. دورگیری هم میتونید شل انجام بدین تا سبدتون جمع نشه. به این شکل دوستان. ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه هم بودید. تا آموزش های بیشتر خدا نگهدار.